سلام بچه ها، روز بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه تست های هندسه تحلیلی بزنیم. سوال 46 میگه اگر این دوتا نقطه مفروض باشند، یعنی اینکه این دوتا رو داریم، معادله عمود منصف پارخط AB کدام است؟ خب شما انگار دوتا نقطه دارید، اینجا رسم شکل انجام میدیم، نقطه A و B. حالا اگر من بخوام عمود منصف این پاره خط رو بکشم، باید از وسطش مثلا نقطه M یه خط عمود رسم کنیم دیگه. اسم این خط رو بذارم D. ما دنبال معادله این خطه میگردیم. برای نوشتن هر معادله خطی ما به شیب اون خط و یک نقطه از اون خط احتیاج داریم که الان یک نقطه از این خط D میتونه این نقطه M باشه. خب برای به دست آوردن M میتونم چیکار بکنم؟ چون عمود منصفه نصف کرده این پاره خط AB رو، یعنی M وسط A و B قرار گرفته، میشه A به اضافه B تقسیم بر 2 دیگه، طبق فرمولی که داشتیم. خب هم برای Xش این اتفاق میفته هم برای Yش. A که هست 2 - 1، B هم که هست 0 و 2. خب میشه یه بار 2 به اضافه 0 تقسیم بر 2، یه بار هم -1 به اضافه 2 تقسیم بر 2. پس این برابر میشه با 1 و 1/2. این میشه نقطه M. برای شیب D باید چیکار بکنم؟ من از D هیچی ندارم که بخوام شیبش رو مستقیما حساب بکنم. اطلاعات خاصی ازش ندارم. ولی میتونم اول شیب AB رو حساب بکنم از اونجایی که این عمود هستش. میتونم به راحتی شیب AB رو محاسبه بکنم و بعد قرینه معکوسش میشه شیب خط D. خب ما بریم اول M AB حساب بکنیم. میشه تفاضل Y ها، چون دو تا نقطه الان روی این پاره خط هستن دیگه، A و B. بشه 2 منهای -1 به روی 0 منهای 2 بشه 3 به روی -2. پس از اینجا MD میشه قرینه معکوس این، میشه 2/3. خب M رو دارم، یعنی شیب رو داریم، یک نقطه از خط رو هم داریم. بریم معادله خط D رو بنویسیم. Y منهای Y این نقطه M که 1/2 مساوی 2/3 در X منهای X نقطه M. طبق چیزی که تو گزینه ها هست، بذارید یه بار بنویسمش. میخوام بگم مخرج 3 نداریم، باید طرفین رو تو 3 ضرب بکنیم، ولی اینجوری خودش رو نشون میده بهمون. Y منهای 1/2 بشه 2/3 X منهای 2/3. حالا میتونید همه رو مثلا توی یک 3 ضرب بکنید، بشه 3 تا Y منهای 3/2 مساوی 2X منهای 2. حالا تو گزینه ها X و Y یک طرف تساوی ها قرار دارن و 2X ها همشون مثبته، یعنی همه رو 3Y رو باید بریم سمت راست. منظورم اینه 2 - 2 هم میاریم سمت چپ، یعنی میشه 2 منهای 3/2 مساوی 2X منهای 3Y. 2 منهای 3/2 که مخرج مشترک بگیرید میشه 4/2 منهای 3/2 میشه 1/2 مساوی 2X منهای 3Y، یعنی میشه همین گزینه اول. سوال بعدی میگه فاصله نقطه A واقع در ناحیه دوم مختصات از این خط شده عدد 3. فاصله A رو از مبدأ به دست بیارید. خب اگه بخوام شکل بکشم، یه خطی دارم با فرمول 3x منهای 4y منهای 1 مساوی 0. یه نقطه A داریم این بالا که فاصلش از این خطه که یه همچین چیزیه شده 3. این A مختصاتش هم هست A و 2. یه چیز اضافه تر هم میدونیم که تو ناحیه دوم مختصات فعلا باش کاری نداریم. احتمالا یک جایی در مسئله ما 2 تا جواب به دست میاریم و این ناحیه دوم بودن به ما کمک میکنه که یک جواب قابل قبول باشه و یک جواب غیر قابل قبول باشه برای ما.
اینو دارم میگم که از اینجا به بعد این تو ذهنتون باشه، یعنی گیر ندید به اون اطلاعات حال اولیه مسئله. خب الان قبول دارید من باید یه AH حساب بکنم دیگه، یعنی فاصله نقطه از خط باید بزنم. AHمون طبق چیزی که خودش گفته شده عدد 3. خب AH چجوری باید حساب بکنم؟ پایین یه رادیکال که 3 به توان 2 به اضافه اون منفی 4 به توان 2، یعنی ضریب x و y خط رو میذاشتیم. توی صورت هم یه قدر مطلق مختصات نقطه رو مینداختیم داخل x و y خطمون، یعنی میشد 3a منهای 8 منهای 1. خب این میشه قدر 3a منهای 9 به روی این که میشه 9 تا به اضافه اینم 16 تا، اینا میشن 25 تا، رادیکالشون میشه 5. این شده عدد 3. قدر 3a منهای 9 شده 15 تا. خب قدر یک چیزی اگر شده باشه یک عدد، اولا که این عدده یا باید صفر باشه یا باید مثبت باشه، یعنی نمیشه قدر یک عبارتی بشه یک عدد منفی. اینو که نداریم اصلا. خب یعنی اگر این مثلا شده بود عدد منفی 15 بعد میگفتیم که اصلا هیچ آی وجود نداره. منظورم اینه. حالا که شده یک عدد مثبت، دو تا اتفاق میتونه بیفته. داخل این قدر، یعنی این 3a منهای 9، یا خود اون 15 بوده یا منفی 15 بوده. این خیلی واضحه دیگه. قدر یه چیزی اگر شده 15، یعنی یا خود 15 بوده که قدرش شده 15 یا منفی 15 بوده که قدرش شده 15. خب از اینجا 3آمون میشه 24، از اینجا آ به دست میاد 8. اینجا هم 3آمون میشه منفی 6، آمون به دست میاد منفی 2. خب الان من باید تصمیم بگیرم از بین این دوتا کدوم باید انتخاب بشه دیگه. بالاخره یکی از این دوتا میتونه باشه طبق چیزی که تو مسئله گفته شده. دقیقا برمیگردیم روی این که باید تو ناحیه دوم مختصات قرار بگیره. اگر آ 8 باشه نقطه آ میشه نقطه 8 و 2. اگر منفی 2 باشه نقطه آمون میشه نقطه منفی 2 و 2. یه لحظه مختصات رو بیارید تو ذهنتون. ببینید این x این y توی ناحیه اول، اینم ناحیه دوم، اینم سوم، اینم چهارم. تو ناحیه اول هم x مثبته هم y مثبته. تو ناحیه دوم چون میایم سمت چپ x مون میشه منفی، ولی چون هنوز بالا هستیم به نسبت این خط دارم میگم و به نسبت این خط، ولی چون هنوز بالا هستیم ایگرگمون مثبته. تو ناحیه سوم جفتشون منفی هن چون هم چپیم هم پایینیم. تو ناحیه چهارم چون سمت راستیم ایکسمون مثبته ولی چون پایینیم ایگرگمون منفیه. حالا چون گفته تو ناحیه دوم مختصات هستش، تو ناحیه دوم مختصات باید ایکس منفی و ایگرگ مثبت داشته باشیم. پس این برای من قابل قبول خواهد بود. پس یعنی منفی 2 قابل قبوله و این 8 برای من قابل قبول نیست. خب آ به دست اومد نقطه منفی 2 و 2. چی خواسته از من؟ میگه فاصله آ از مبدأ که 0 و 0. بعد تازه من یه حالت خاص به تو فرمول گفته بودم که مثلا راحت تر بتونیم حساب بکنیم. الان فاصله او آ برای ما میشه اون منفی 2 به توان 2 با یه 2 به توان 2 میشه 4 به اضافه 4 میشه رادیکال 8. اینم بارها بهت گفتم رادیکال 8 رو مثلا حفظ کن، رادیکال 27 رو مثلا حفظ بکنید که چی میشه. رادیکال 8 رو میشه 2 رادیکال 2. جواب بشه گزینه سوم. نیازی به حفظ کردن هم نیست، یعنی اینقدر تکرار میشه که ملکه ذهنتون میشه. یعنی منظورم این نیست که مثلا برید یه گوشه بشینید تا بگید رادیکال 8 مساوی 2 رادیکال 2 فلان، اینجوری نه. منظورم اینه که چیزایی که دارن تکرار میشن عملا بعد از یک مدتی تو ذهن شما خواهند بود. سوال 48 میگه که این سه تا نقطه رؤوس متوازی الاضلاع ABCD می باشند. کدام نقطه بر خطی که از رأس دی عبور کرده و با قطر آسی موازی است قرار دارد؟ خب من اول میرم سراغ این متوازی الاضلاعی که دارم. خب
یه نکته خیلی مهمی وجود داره توی ریاضی و توی کلا هندسه و همه اینها. ببینید ما وقتی که میخوایم رؤوس یک 4 ضلعی رو، یعنی 3 ضلعی که مهم نیست، چون شما به مثلث از هر طرفی نگاه بکنید تفاوتی وجود نداره. یعنی مثلا مثلث ABC رو شما هر جوری که دلتون بخواد حالا میتونید نامگذاری بکنید، ولی توی 4 ضلعی 5 ضلعی، یعنی از 3 ضلعی بالاترها خیلی باید دقت بکنید، چون بعضی جاها واقعا خیلی اهمیت پیدا میکنه این مسئله، که درست بچینید رؤوس یک 4 ضلعی، حالا میگم یا بیشتر از 3 ضلعی ها رو. سر چی دارم میگم؟ به خاطر اینکه شما اجازه ندارید مثلا اینجا وقتی گفته متوازی العضله شما آ به س د هستش، اجازه ندارید آ رو اینجا بذارید، بی اینجا، سی اینجا و دی اینجا. یعنی نمیتونید هر جوری که دلتون خواست بذارید. چجوری اجازه دارید بذارید؟ یا کلا باید ساعتگرد حرکت بکنید، یعنی در جهت عقربه های ساعت حرکت بکنید، یا کلا باید پاس ساعتگرد حرکت بکنید. هر کدوم از اینا رو برید درست در میاد ماجرا، چون صرفا یه چرخش شکل اتفاق میفته. و وقتی تاکید کرده میگه رؤوس متوازی العضله آ ب س د، دقیقا با این ترتیب باید آ ب س د رو اینجا یادداشت بکنید. بعضی وقتا مثلا نامردی میکنه، میگه رؤوس متوازی العضله آ بی دی سی. خب چون بچه ها عادت دارن آ ب س د و نگاه نمیکنن به اون چیزی که اونجا نوشته شده، دچار خطا میشن. دقت بکنید اگر خودش اومده بود اسم 4 ضلعی رو گذاشته بود، یا مثلا اسم 5 ضلعی رو گذاشته بود، ترتیب حروف رو رعایت کرده بود، شما هم حتما باید اون ترتیب رؤوس رو توی همون ساعتگرد یا پاد ساعتگرد رعایت بکنید. این یه نکته‌ای که حالا مثلا خارج از این فضای این تست باید بهش اشاره می‌کردم. حالا بریم سراغ خودش. میگه که این رؤوسمون این 1 و 2، مثلا بیمون هست -2 و 3، سی هم که -3 و 0. خب ما اول باید دنبال این x دی و y دی بگردیم. یه نکته گفتیم تو جزوه، گفتیم که توی همه متوازی العضله‌ها جمع روبرویی با هم دیگه برابر میشه، یعنی آ به اضافه c باید بشه b به اضافه d. این هم رو x اعمال میشه هم روی y. خب x آ چیه؟ تازه اینجوری هم میتونید بنویسید، این خیلی کارتون راحت تر میکنه. آ رو بنویس 1 2 به اضافه سی هم هست -3 و 0 مساویه، بی بشه -2 و 3 به اضافه اینم بشه یه x دی، اینم یه y دی. حالا x ها رو با هم جمع و منهاشون رو انجام بده یه راست، y ها هم با هم دیگه. این لازم نیست هم دیگه دوبار یادداشت بکنیم. خب الان طبق چیزی که بالا هست میشه یه، اینم ننوشتی تستیه دیگه، میشه یه -2 مساوی -2 به اضافه x دی، از اینجا x دیت به دست میاد 0. پایین میشه یه 2 مساوی -2 از اینجا آمد، اینو با این جمع کردم، اون -2 اینجا ساخته شد، بعد مساوی هم گذاشتیم سر جاش دیگه. 2 هم میشه اینجا 3 به اضافه y دی، y دیت هم میشه -1. پس الان نقطه دی ما هم شد 0 و -1. حالا چی میگه؟ میگه کدوم یکی از این نقاطی که تو گزینه ها هست از فلان خط عبور میکنه. از چه خطی؟ خطی که از رأس دی عبور کرده با قطر آسی موازیه. خب من برای این خط جدیدی که قراره راجبش صحبت بکنیم مثلا با ال نمایشش میدم، یه دونه ال باید داشته باشم و یک نقطه از این خط ال رو باید داشته باشم دیگه. حالا من میتونم تو شکلم بهت نشون بدم اینو که بهتر متوجه بشی. گفته با چی موازی باشه؟ با قطر آسه. پس انگار ما یه همچین خطی میخوایم، معادله همچین خطی رو میخوایم که با اون قطر موازی باشه، بیاد از این دی هم عبور بکنه. حالا من سختم رسمش، اینجوری رسم بکنم. یه همچین چیزی میخوایم. حالا رسمش هم نکنی مشکلی پیش نمیاده، ولی واسه که درک بهتری داشته باشی. خب نقطه دی هم روش قرار داره دیگه. خب اوکی،
نقطه دی رو که داریم با مختصات 0 و -1 میخوام برم شیب این خطه رو به دست بیارم و چون موازی هستش با آسه کافیه ام آسه رو به دست بیارم. از نکات داخل جزوه استفاده میکنیم دیگه. ام آسه چجوری میشه؟ این الان A، این C میشه تفاضل ایگرگ ها 2 منهای 0 به روی 1 منهای 0 بشه 2/4 بشه 1/2. چون موازیه ML مون هم همون 1/2. یه نقطه‌ش هم داریم. بیا معادلش رو بنویسم. Y منهای -1 مساوی 1/2 در x منهای 0. از اینجا Y میشه 1/2 x منهای 1. حالا باید چک بکنم ببینم کدوم نقطه کدوم گزینه روی این خط قرار گرفته. یه نگاه همینجوری چشمی هم بندازی چون خیلی راحت داده گزینه ها رو. همه 2 هن. خب 2 بهش بدید ببینید کدوم یکی از این ایگرگا به دست میاد. اگر x رو بذارید 2 ایگرگتون میشه 2/2 منهای 1 میشه 1 منهای 1 میشه 0 دیگه. کدوم گزینه گفته میشه 0؟ گزینه سوم. بعدی میگه دو ضلع مربعی به این دوتا خط روی این دوتا خط قرار دارن. طول ضلع مربع رو به دست بیار. یادتونه یه توضیحی دادم گفتم توی جزء راجعش صحبت کردیم. گفتم این دوتا خطی که بهتون میده یه جوری باید داری که بشه ازش استفاده کردی که بشه اصلا طول ضلع رو به دست آورد. اگه الان یه کوچولو دقت بکنید شیب این دوتا رو نگاه کنید. این سمت چپیه شیب چجوری میشد؟ توی وقتی که x و y یک طرف بودن میگفتیم قرینه ضریب x به ضریب y. خب الان ضریب x اینجا 1/4. حواست باشه ضریبش 4 نیست. این انگار 1/4 x به اضافه 1/3 y به روی 1/3 که میشه منفی 3/4. دور در دور نزدیک در نزدیک بکنیم. این در این اینم در این. توی این یکی میشه قرینه ضریب x که هست 1/2 به روی این 2/3 دوباره دور در دور نزدیک در نزدیک منفی 3/4. خیلی واضحه که چون شیب ها برابر شدن این دوتا خط موازی هن. پس وقتی میگه دو ضلع مربع روی این دوتا خطوط قرار دارن اینا دوتا خط یعنی دوتا ضلع روبروی هم هستن. مثلا این یکیش میشه x2 به اضافه 2y3 مساوی 1 اون یکی هم همینطور. خب من میخوام از قواعد استفاده بکنم. میخوام فاصله بین دوتا خط موازی رو حساب بکنم. دقیقا فاصله بین این دوتا خط موازی میشه همون ضلع مربعمون دیگه. ببین هنوز هیچی ننوشتم یعنی هنوز شروع نکردم به کار مثلا ریاضیاتی انجام دادن، محاسباتی انجام دادن. برمیگردم همش رو نکته‌ای که در مورد هندسه تحلیلی گفتم. تو باید شکل بکشی، شکل رو تحلیل بکنیم، بقیهش بری سراغ حالا 4 تا جمع و منها، ضرب و تقسیم، حالا هر چیزی که نیاز هستش. فقط وقتی که میخوام فاصله دو تا خط موازی حساب بکنم باید ضریب x و ضریب y در دو تا خط با هم برابر باشه. برای این کار میتونم برای این خط این کار انجام بدم. اینو ضرب در 2 میکنم. ضرب در 2 میکنم میشه یه x2 به اضافه 2 تا y3 مساوی 2. اون یکی خطمونم که همون x2 به اضافه 2 تا y3 مساوی 1. فاصله دو تا خط موازی رو چجوری حساب میکردیم؟ گفتیم میشه تفاضل این دوتا c 2 منهای 1 به روی رادیکال دوباره اون 1/2 به توان 2 به اضافه 2/3 به توان 2. خب این میشه 1 به روی این که میشه 1/4 به اضافه 4/9. مخرج مشترک بگیرید میشه 9 به اضافه 16. این میشه 25 36. 1 به روی 5/6 معکوس میشه 6/5. یعنی چون اون 1 داره تقسیم میشه بر این ماجرا جواب میشه گزینه دوم.